خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با هم 10 تا لودات برتر سیزن 6 رو بهتون بدم که من چون یکم این لودات ها عجیبه، خودم واقعا تعجب کردم این گانا رو تست کردم. من چون مثل همیشه توی لودات هاتون یک بخش جدیدی اضافه شده که من این بخش رو همیشه بچه ها اسنایپ میذارم که این هم اتچمنت اسنایپ دیل خودمه پیشنهادی. بچه فقط یه کوچولو کار کردن باهاش سخته دیگه، بیشتر مواقع دمیج میده ولی خب اسنایپ سریعه، اسکوپ خیلی خوبی میگیره اسنایپ. و لودات یک گان KN44 که این سیزن به شدت باف شده، پیشنهاد میکنم این اتچمنت رو یک تست بکنید روی KN44. و گان بعدی گان سویچ بلد X9 که این گان هم این سیزن خیلی خوب شده و خیلی خوب میزنه. این هم اتچمنت پیشنهادی من برای این گان. و گان بعدی گان چیکوم فکر کنم، این هم گان خیلی خوبی بود، من تست کردم و این سیزن باف شده و این اتچمنت پیشنهادی خودم برای این گان. لودات چهارم گان ICR1 که یکی از گانای باف این سیزنه که به شدت قوی شده بچه ها. این اتچمنت پیشنهادی خودمه برای این گان. لودات پنجم گان هدیس رو داریم که اینم بچه ها این سیزن خیلی قوی شده، با اینکه جز بافا نیست ولی به شدت این گان قویه بچه ها. پیشنهاد میکنم از این اتچمنت استفاده کنید. لودات ششم گان TS9 است بچه که هنوز از اومدن این گان چند سیزن نزگش نرفته که بازم این گان خیلی گان خوب و خوشگلیه تو دست بروه که بچه ها این گان به شدت اکورسی بالایی داره و خلاصه که این اتچمنت عجیب غریبه بچه ها برای چیندم دیگه، یکم کنترل کردنش سخته ولی خب عادت میکنین بعد از 2 مچ بازی کنید. اتچمنت پیشنهادی من برای TS9 این گانه، این اتچمنته که حتما یک اسکرین شات بگیرین ازش. و لودات هفتم گان HJ40 رو داریم بچه ها که این هم گان بسیار باحالیه با موبیلیتی 102 که خیلی خوبه بچه ها و خیلی تیراش ریجستری خوبی داره از نظر من. حالا اگه خواستین از اتچمنتش عکس بگیرین. گان بعدی یا لودات هشتم گان پیسکیپر MK2 رو داریم بچه ها که این گان هم خیلی گان خوبیه، اتچمنت پیشنهادی خودم برای این گان. لودات نهم گان DRH رو داریم بچه ها، دکتر اچ حالا بعضی بهش میگن و این اتچمنت پیشنهادی خودم برای این گانه. لودات آخر و لودات دهم گان FR 556 رو بچه ها با هم داریم، این هم گان خیلی خوبیه این سیزن که اتچمنت پیشنهادی خودم برای این گان اینه. و بچه ها بود از 10 تا لودات برتر سیزن 6 میتونین برین همین الان این لودات ها رو داخل بازیتون بچینید و بین رنکتون رو لژندری کنید. این بود از این ویدیو، فعلا تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار شما.